با سلام و درود به شما. تو این ویدیو میخوام در مورد یک مبحثی صحبت کنم که کمتر کسی من دیدم در موردش صحبت بکنه. حداقل ایرانی کسی من ندیدم در موردش صحبت بکنه. مفهومی داریم به اسم هیت مپ. الان ببینید یک بچه اینجا میبینید، همینطور که میبینید اینجوری داره سمت راست خودش نگاه میکنه و اینجا قرمز شده. جاهای قرمز شده یعنی در واقع کلیک بیشتری خورده و جاهای زرد کمتر، سبز دیگه خیلی کمتر. در واقع ببینید شما الان اگر نگاه بکنید عکس این بچه رو که میبینید، ببینید عکس زیادی داره اینجوری بوده، یعنی به اصطلاح این عکس ها که میبینید سمت راست که نگاه کرده اینجوری کلیک خورده. وقتی داره صورتش به سمت جلو هست، یعنی اصلا سمت راست یا چپ نگاه نمیکنه، بیشتر کلیک ها روی صورت بچه خورده، روی قسمت تکست نخورده. این توی مارکتینگ و توی یوتیوب بسیار بسیار تأثیر گذاره. شاید برای شما پیش بیاد که بخواید به خودتون بگید که روی کجای تاملیل من کلیک میزنن، یعنی اصلا روی تاملیل کلیک میخوره نمیخوره و اگر میخوره کجاست و روی اونها شما باید چیکار کنید؟ تمرکز کنید. ببینید مثلا این عکس نگاه بکنید، یه عکسی الان مثل حالت مکدونالد، ببینید که روی اینجا کلیک خورده. ببینید روی مثلا قیمت کلیک نمیخوره، روی خود اینجا کلیک خورده. اینا یک مسائلی هستش که باید حتما در نظر گرفته بشه برای اینکه ارتقا بدید کانال یوتیوبتون که بره بالا و بتونه هر چه سریعتر مانیتایز بشه و به درآمد برسید. خب حالا چرا من اینو گفتم؟ به خاطر که ابزارهایی ما داریم توی این ویدیو، هم میخوام در مورد این کانسپت، این مفهوم صحبت میکنم و هم در مورد ابزارهایی که این کارو میکنن. ببینید اگر بریم داخل این لینک، یک ابزاری هست به اسم تیوب بادی. یه تیوب بادی یک ابزار. شما اگر به عنوان یک یوتیوب فعال، یعنی یوتیوبر فعال، بخواید از یوتیوب کانال خودتون استفاده کنید و به سرعت ارتقاش بدید و مانیتایز بکنید، حتما یه سری ابزارها احتیاج دارید. یکی از این ابزارها بهش میگن تیوب بادی. اینو خیلی وقت پیش من صحبت کردم که ایرانی اصلا نمیدونستن چیه، ولی خب الان دیگه یواش یواش اکثر بچه‌ها دوستان میدونن دیگه چی و ازش استفاده میکنن. اگر خواستید ببینید چه ابزارهایی استفاده بکنید، من در آخر این ویدیو یک ویدیو دیگه میذارم در آخر در اند اسکرینش که شما میتونید رو اون کلیک بزنید و اون ویدیو رو ببینید که من کل ابزارها رو دارم توضیح میدم. اگرم خواستید ببینید این هاشش، ببینید اگر ببینید افزایش بازدید یوتیوب با ابزارها یه همچین آیکونی داره، ببینید. و من در مورد بیشتر ویدیوها در مورد ابزارها در موردش صحبت کردم خیلی وقت پیش، 1 سال پیش، و این ابزارها رو شما حتما ببینید، بسیار بسیار جالبه. خب این ویدیو هم آخر این ویدیو هم هستش. این ویدیو که من الان دارم در موردش صحبت می‌کنم آخر ویدیو هم هست. لینکش هم در قسمت زیر توی این قسمت کامنت برای شما میذارم اینو اگر خواستید ببینید. خب برگردیم سر اصل مطلب خودمون. این تیوب بادی ببینید یک به اصطلاح شرکتی هستش که بسیار بسیار فعال در مسئله آنالیز یوتیوب، خیلی معروف هستش. 2 تا هستن، یکیش تیوب بادی هست، یکی ویدایکیو. این 2 تا بسیار بسیار معروفن. تو این قسمت ویدیو ما میخوایم در مورد تیوب بادی باتون صحبت بکنم. ببینید ما الان میریم داخل قسمت کانال خود من، ببینید رفتیم توی کانال من. شما تیوب بادی در واقع پلاگین هستش، افزونه بهش میگن، فکر میکنم فارسی، من فارسیش رو نمیدونم متاسفانه، ولی همون پلاگین بگیم احتمالا شما متوجه خواهید شد. خب پلاگینی که شما وصل کردید حتما باید تو کروم باشید، نکتهش اینجاست. حتما تو کروم باید باشید. تو ویندوز مک هیچ مشکلی نخواهد بود اگر کروم باشه. وقتی پلاگین رو نصب کردید از قسمت مجانیش هم میتونید استفاده کنید، چرا که من الان مجانیشو دارم استفاده میکنم. بله ویدایکیو پولیشو استفاده میکنم، تیوب بادی مجانیشو. ببینید من الان یه ویدیو دارم، این ویدیو تازگی من آپلود کردم. اینو که کلیک میزنم اینجا توی این قسمت، شما اگر برید پایین ببینید الان چون که تایتل جنریتور، ببینید تایتل درست میکنه برای شما، ولی فارسی رو ساپورت نمیکنه، انگلیسی بیشتر، اشتباه نکنید. وقتی ما میریم پایین ببینید توی این قسمت نوشته add chapters، خیلی کارش درسته، چپتر برای شما درست میکنه. اینجا جایی هستش که بسیار بسیار جالبه. ببینید نوشته thumbnail analyzer، این تجزیه تحلیل میکنه. وقتی ما رو این کلیک میزنیم ببینید یک پنجره اینجا باز میشه. عذر میخوام من تند صحبت میکنم چون نمیخوام این ویدیو بسیار طولانی بشه. ما یه مقدار اینجا ثبت میکنیم تا این آنالیز بکنه. بله چکش کرد و تموم شد. ببینید این الان توی خیلی بسیار بسیار جالبه. ببینید
این وسط اینجا که چهره دختر هستش، اینجا اکثرا اینجا کلیک زدن. یعنی این جدیدترین ویدیویی که من آپلود کردم اینجا بوده که اکثرا کلیک میزنن، نه روی ای آی بوده نه جای بوده، بیشتر روی مرکز اینجا. بسیار جالبه، درسته؟ حالا بذار اجازه بدید بریم ببینیم ویدیوهای دیگه اگر داریم، ببینیم اونا رو کجا کلیک زدید. مثلا به فرض مثال این عکس نه، این عکس نه، حالا ما مثلا یکی از این ویدیوها رو، یک دونه از اینا که داریم تامنیل، ببینیم تامنیل کجا هستش. مثلا این عکس این دختر این هستش، بذاریم ببینیم این کجا هستش. ما اینه که اگر کلیک بزنیم ببینیم روی صورتش هست یا روی نوشته یا کجا. ببینید، بله ببینید جالبه، بسیار بسیار جالبه. همونطور که میبینید، همونطور که حدس من بود، روی نوشته زده، روی عکس روی صورت این نبوده و بسیار بسیار جالبه ها. این شما باید حتما در نظر بگیرید. همونطور که بالاش هم نوشته CTR میشه چی؟ کلیک ترو ریت. این CTR رو شما اگر میدونید، اگر نمیدونید حتما در قسمت پایین، قسمت کامنت برام بنویسید که اینا رو من برای شما تکنیکالی، یعنی به اصطلاح فنیشو برای شما توضیح بدم. من فکر میکنم اکثر دوستان، اکثر سابسکرایبر من در لولی هستن که اینا رو تمام میدونن. اگر نمیدونید بگید که من برای شما بنویسم و بیشتر توضیح بدم و سطح بالا اینقدر صحبت نکنیم که کسی متوجه نشه. ولی به هر حال این یکی از ابزارهای بود که من بسیار بسیار برام جالب بود که البته الان در قسمت بیتا هستش. میبینید نوشته تامنیل آنالایزر بیتا. این فعلا در حالت بیتا هستش، ولی وقتی بیتا اومد بیرون حالا اجازه به ما میده ازش استفاده کنیم یا نه نمیدونم، ولی به هر حال الان فعلا که مجانی هستش و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ما یه مبحث دیگه هم داریم که بهش میگیم ای بی تست، یعنی 2 تا تامنیل بهش میدیم برای یک مدت خاص و نگاه میکنیم ببینیم کلیک ترو ریتمون چجوری، یعنی چند نفر رو اون کلیک زدن و این نرم افزار تیوب بادی به ما میگه کدوم تامنیل رو استفاده کنیم، یعنی بهتره که بیشتر کلیک بگیریم. پس یکی از ابزارهای بسیار مهم این تیوب بادی هستش، یعنی ابزارهای آنالیز هستن. خب ما اینو متوجه شدیم. توی این ویدیو اگر طولانی نشه یک چیز دیگه هم که دوست دارم براتون توضیح بدم و بگم، اینم جالب خواهد بود. احتمالاً بذار بریم توی چنل اگر اجازه بدید و توی یه ویدیوی معمولی رو نگاه بکنیم. اجازه بریم توی هوم و توی این هوم اگر رفتیم یک ویدیو یه نفر اگر بتونیم نگاه بکنیم، ببین مثلا این آقا اگر کلیک بزنیم روی این ویدیوش، ما الان اینو میبندیمش که صداش اذیتمون نکنه و توی این قسمت اگر نگاه بکنید این هم چیز جالبه که این سایت این آقا مانیتایز شده و این ابزاری که الان اگه وقتی ما میریم روی این، یعنی یه مقداری روش وای میسیم، ببین نوشته چی؟ نوشته This video is monetized powered by vidIQ. vidIQ هم یه ابزار دیگه است مثل تیوب بادی که به شما اجازه میده ازش بتونید استفاده کنید. الان vidIQ مجانی میتونید از این قسمت، از این فانکشنش هم استفاده کنید. من vidIQ پولیش دارم ولی تیوب بادی مجانی دارم استفاده میکنم. شما میتونید از اینم استفاده کنید برای آنالیز، ببینید رقیب خودتون داره از مثلا مانیتاز شده، داره چجوری فعالیت میکنه. شما میتونید اینا رو ازش استفاده کنید برای آنالیز سایت خودتون و آنالیز سایت رقیب خود شما. پس بنابراین ما میتونیم از این ابزار استفاده کنیم و ارتقا بدیم ویدیو خودمون رو و بهتر انجام بدیم که بتونیم سریعتر مانیتایز بشیم و به کسب درآمد کنیم. اگر سوالی داشتید حتما از من سوال بکنید در قسمت کامنت. خوشحال میشم بتونم سوالات شما رو جواب بدم. ممنون میشم که یه لایک یا کامنت بذارید. تا یک ویدیو دیگه با شما خداحافظی میکنم. آخرین ویدیو رو لطفاً ببینید.